امریکا لسوریای روسیای دخه قنجککی کشکا سپی بالافرین نو دخه روی کرملینه و میدان اسمانی لسوریای لی تنگ دکه. پنتاگون بالافرین F-22 ین نو جن وکی غزبه بسر رفتارن موسکوی دشینه. مالپرا مونیتوریا امریکایی اشکره کر کو وزارتا پاراستنه امریکایی بوری گردنا لبر پرووکاسیونین روسیایی لروشلاتا ناوین بلاف دکه دا کو فشاری لسر هزین امریکایی ین لسوریای کم بکه. لگور وی بردف که هزین اسمانی امریکایی گوتیه کو بالافرین F-22 دی برگریه که هری خورد دی بر هزین امریکایی ده بکه. فرماندار یکینین اسمانی امریکایی لروشلاتا ناوین جنرال الکساس گرینکیویچ گوت کو دی اف بالافر برسوا رفتارن روسیایی نپیشهی لاسمان بده. روسیا پیل پیمان اسمانی دکه. وان دمنداوی بالافرین روسیای لسر باراگهن هزین امریکایین لباکور و روشلات سوریای دفرن و لگور ارتش امریکایی اف دوری لحف کرنه. راپورا مونیتوری دبیجه که دمهین گلان و نیسان ده بالافرین روسیای 85 جاران لقادا امریکای فریانه. جیروکا پیمان اسمانی چیه؟ سالا 2015 وزیرن دروین امریکا و روسیای قادا اسمانی روجاوا و روجلات فراتی دناف برا خود دابج دکن. لیبلی سالا 2018 چکدارن واگنر ین گریدای روسیای ایریشه که دبن سر باراگه که امریکای یا لدیرا زوری. هنگی واشنطن برسفه دده و 300 چکدار تین کشتن. ایرو روش هفدمی هفدیتنن بردوام این ایران و روسیای و پشتگریا وانج رژیم الاسد را امریکا نیگرانه. لورا بزیده کرنا هیزا اسمانی هول دده برسوه بده گفین لدج هیزین خواه. نخاسم کو در دورا 1500 لشکرین روس و 900 لشکرین امریکایی و جمارکن دیار آهیزین ایران لسوریایینه و اگر راگشیه تم لباد به.